من بقیه امروز رو هم اینجا کار میکنم. تمام شب رو هم میمونم و تمام بلورهای فروشگاهت رو تمیز میکنم. در عوض میخوام پول سفرم به مصر رو به من بدی. بلور فروش خندید. حتی اگه 1 سال هم تمام بلورهای منو پاک کنی و اگر برای فروش هر کدوم از بلورها کمیسیون خوبی هم بگیری، باز هم مجبوری برای این سفر پول قرض کنی. برای رسیدن به مصر باید هزاران کیلومتر راه از وسط بیابون بگذری. در یک لحظه چنان سکوت ژرفی حاکم شد که انگار شهر به خواب رفته بود. هیچ صدایی از بازار، هیچ صدایی از مشاجره فروشندگان نمی اومد. هیچ کس از برج‌ها بالا نمی رفت. هیچ امیدی، هیچ ماجراجویی، هیچ پادشاه پیر یا افسانه شخصی، هیچ گنجی و هیچ اهرامی برای عبادت. افکار دنیا هم مثل روح پسر سکوت کرده بود. همونجا نشست و با نگاه بیروحش به درب کافه خیره شد. بلور فروش با نگرانی به پسر نگاه کرد. تمام شور و اشتیاقی که صبح امروز هنگام ورود به مغازه در چشماش موج میزد یک دفعه ناپدید شد. پسرم، من میتونم پول بلیت تو رو بدم تا به کشورت برگردی. پسر چیزی نگفت. از جاش بلند شد. لباسش رو مرتب کرد و کیفش رو برداشت. من برای تو کار میکنم و بعد از سکوتی طولانی گفت به پول نقد برای خریدن چند تا گوسفند نیاز دارم. پسر تقریباً 1 ماه برای بلور فروش کار کرد. فهمید که شادی و رضایت اون ربطی به نوع کاری که انجام میده نداره. بلور فروش روزها پشت پیشخون میایستاد و به پسر نق میزد که مراقب شیشه ها باشه که مبادا چیزی بشکنه. با این وجود پسر به کار در مغازه اون ادامه داد. هرچند بلور فروش پیرمرد بد اخلاقی بود، اما دلسوزانه فوت و فن کار رو به اون یاد میداد و از فروش شیشه ها کمیسیون خوبی عایدش میشد. طوری که حتی میتونست مقداری از درآمدش رو پسنداز کنه. امروز صبح حساب کرد اگر هر روز به همین منوال کار کنه، بعد از 1 سال پول کافی برای خرید گوسفند رو به دست میاره. به بلور فروش گفت دلم میخواد یه ویترین برای این ظروف بسازم. میتونیم اون رو بیرون فروشگاه بذاریم تا افرادی که از پایین تپه عبور میکنن به سمت اینجا جذب بشن. بلور فروش گفت من تا کنون چنین کاری انجام ندادم. ممکنه کسی به اونها بخوره و شیشه ها رو بشکنه. خب من هم گوسفندامو به مراتع میبردم. ممکن بود ماری به گله نزدیک بشه و گوسفندا رو بکشه. اما این اتفاق در زندگی چوپان و گوسفندان عادیه. بلور فروش رو به مشتری کرد که 3 لیوان بلورین میخواست. کار و کاسبیش رونق گرفته بود. مثل اون روزهایی که این خیابون یکی از خیابونهای اصلی طنجه بود. وقتی مشتری از مغازه خارج شد، بلور فروش گفت کاروبار ما پیشرفت کرده. تو هم به زودی میتونی صاحب گله بشی. چرا چیزهای بیشتری از زندگی میخوای؟ پسر بدون اینکه بدون چی داره میگه گفت چون ما باید به نشونه ها احترام بذاریم. بعد از گفتش پشیمون شد. چون بلور فروش که پادشاه رو ندیده بود. پادشاه پیر گفته بود این قانون همیاری نام داره. خوششانسی مبتدیان. چون زندگی میخواد تو به افسانه شخصیت برسی. اما بلور فروش فهمید که اون چی میگه. حضور طولانی مدت پسر در این فروشگاه خودش یک نشونه بود و با گذشت زمان و اینکه هر بار پول بیشتری نصیبش میشد، تاجر اصلاً از استخدام پسر پشیمون نبود. حق الزحمه پسر از کاری که میکرد خیلی بیشتر بود و چون تاجر فکرش رو هم نمیکرد که روزی فروشش رونق پیدا کنه. کمیسیون بالایی برای پسر در نظر گرفته بود. چون قرار بود
به زودی سراغ گوسفندانش بره. تاجر بلور به خاطر اینکه ذهن پسر رو از ویترین دور کنه گفت: چرا میخواستی به اهرام بری؟ چون همیشه در موردشون شنیده بودم. چیزی در مورد خوابش نگفت. دیگه گنج براش یادآور خاطره تلخی بود که نمیخواست باز هم به اون فکر کنه. من در این حوالی کسی رو نمیشناسم که حاضر باشه این همه راه و از وسط بیابون بگذره تا به اهرام برسه. تازه تو خیال میکنی اهرام چی هستن؟ چیزی جز توده‌ای از سنگ نیست که خودت هم میتونی یکی از اونها رو در حیاط خونت بسازی. پسر در حالی که به سمت مشتری که تازه وارد شده بود میرفت گفت: تو هیچ وقت در آرزوی سفر کردن نبودی؟ 2 روز بعد بلور فروش با پسر در مورد ویترین صحبت کرد. من زیاد اهل تغییر و تنوع نیستم. من و تو مثل حسن که ثروتمندترین تاجر ساله نیستیم. اگه از اون اشتباهی سر بزنه اتفاق چندان بدی براش نمیفته، اما من و تو مجبوریم تاوان اشتباهمون رو پس بدیم. پسر با ناامیدی فکر کرد. کاملا درسته. چرا فکر کردی که باید ویترین داشته باشیم؟ من میخوام سریعتر به سراغ گوسفندان برم. زمانی که شانس رو به ما کرده باید از این فرصت بهترین استفاده رو بکنیم. همونطور که شانس ما رو یاری میده ما هم باید به اون کمک کنیم. این قانون همیاریه یا همون خوششانسی مبتدیان. مرد برای مدتی مکث کرد. سپس گفت: پیامبر ما برای ما قرآن آورد و 5 وظیفه شرعی برای ما تعیین کرد که برای تمام عمرمون کافیه. مهمترینش اینه که فقط به یک خدا ایمان داشته باشیم و اینکه روزی 5 بار نماز بخونیم. در ماه رمضان روزه بگیریم و به فقرا کمک کنیم. اینجا که رسید حرفش رو قطع کرد. وقتی در مورد پیامبر صحبت کرد چشماش پر از اشک شد. اون مرد دینداری بود و با همه ناشکیبایی‌ها فقط میخواست زندگیش بر اساس قوانین اسلام باشه. پسر پرسید: 5مین وظیفه شما چیه؟ 2 روز پیش تو به من گفتی که هیچگاه به فکر سفر کردن نبودم. 5مین قانون مسلمانان زیارت کردنه. به ما دستور داده شده حداقل 1 بار در عمرمون به شهر مقدس مکه بریم. فاصله مکه تا اینجا خیلی بیشتر از فاصله اهرامه. وقتی که جوان بودم تنها آرزوم این بود که پولهام رو جمع کنم تا این مغازه رو راه بندازم. فکر میکردم روزی پولدار میشم و به مکه میرم. کمی هم پول جمع کردم اما هیچ وقت نتونستم خودم رو قانع کنم که کسی رو در این مغازه به جای خودم بذارم. بلور جنس ظریف و شکننده ایه. در همین موقع افراد زیادی از جلوی مغازه من عبور میکردن. اونها عازم مکه بودن. بعضی هاشون زائرین ثروتمندی بودن که در کاروانها و به همراه خدمتکارانشون سفر میکردن. اما اکثر اونها افرادی بودن که حتی از من هم فقیرتر بودن. همه اونهایی که به زیارت رفتن از این کار خوشحال و راضی هن. اونها نشان زیارتشون رو بر سردر خانه هاشون آویزان میکنن. یکی از زائرین که یک پیرمرد بود و خرج زندگیش رو با تعمیر کفش تأمین میکرد گفت نزدیک 1 سال طول کشید که از بیابان بگذره. اما چیزی که اون رو بیشتر از سفر طولانیش خسته کرده بود راه رفتن در خیابانهای طنجه برای خریدن چرم بوده. پسر پرسید: پس تو چرا الان به مکه نمیری؟ چون همین رویای رفتن به مکه است که منو زنده نگه داشته. فقط با این خیال و رویاست که میتونم با این روزهای یک نواخت، با این بلورهای صامت روی قفسه ها و شام و ناهار در اون کافه مزخرف کنار بیام. میترسم که اگه به آرزوم برسم دیگه هیچ دلیلی برای ادامه زندگیم نداشته باشم. تو رویای گوسفندان تو اهرام رو در سر میپرورونی، اما من با تو فرق دارم. تو میخوای که آرزوت رو عملی کنی، اما من فقط میخوام در آرزوی مکه بمونم.
تا کنون هزاران بار خودم رو تصور کردم که از صحرا میگذرم، به محل حجرالاسود میرسم و قبل از اینکه لمسش کنم 7 مرتبه دورش میچرخم. حتی افرادی که کنارم یا مقابلم ایستادن رو هم تصور کردم و صحبت‌هایی که بینمون رد و بدل میشد و دعاهایی که با هم میخوندیم. اما من میترسم که رویام رو از دست بدم. پس ترجیح میدم که فقط به اون فکر کنم. روز بعد بلور فروش به پسر اجازه داد ویترینش رو بسازه. همه افراد برای رسیدن به رویاشون از یک روش استفاده نمی کنن. 2 ماه دیگه هم گذشت. ویترین افراد زیادی رو به سمت فروشگاه بلور کشونده بود. پسر تخمین زد که اگه 6 ماه دیگه هم به همین منوال بگذره میتونه به اسپانیا برگرده و 60 گوسفند بخره و طی 1 سال دیگه 60 گوسفند دیگه هم به گوسفندانش اضافه کنه. کمتر از 1 سال تعداد گوسفندانش به 2 برابر رسیده بود. علاوه بر اون میتونست اقدام به تجارت با اعراب کنه، چون حالا دیگه زبان عجیب و غریبشون رو یاد گرفته. از اون روز در بازار تا حالا دیگه از اوریم و تومیم استفاده نکرده بود، چون دیگه اهرام برای اون رویای دوردستی بود، مثل رویای مکه برای بلور فروش. علاوه بر اون از وضع فعلیش راضی بود و هر روز به روزی که به عنوان یک برنده وارد تاریفا شده فکر میکرد. پادشاه پیر گفته بود تو باید دقیقاً بدونی که چی میخوای. پسر الان میدونست که چی میخواد و داشت برای رسیدن به اون تلاش میکرد. شاید گنج اون این بود که به این سرزمین بیگانه بیاد، با یک دزد ملاقات کنه و بدون پرداخت وجهی تعداد گوسفندانش رو به 2 برابر برسونه. به خودش افتخار میکرد. اون چیزهای زیادی یاد گرفته بود، مثل کار با بلورها، درباره زبان بدون کلمات و در مورد نشانه ها. یک روز بعد از ظهر مردی رو دید که گله میکرد، چون بعد از این همه راه که طی کرده و به بالای تپه رسیده محل آراسته و مجللی وجود نداشت تا بتونه اونجا چیزی بنوشه. پسر که به درک نشانه ها عادت کرده بود با بلور فروش در این مورد صحبت کرد. بیا به مردمی که به این محل میان چای بفروشیم. اما در این حوالی مکانهای زیادی هست که چای میفروشن. اما ما میتونیم چای رو در لیوانهای بلورین بفروشیم. مردم از چای لذت میبرن و میخوان از این لیوانها بخرن. کسی به من گفته که زیبایی بهترین فریب دهنده انسانه. بلور فروش چیزی نگفت. اما اون روز بعد از ظهر پس از خوندن نمازش از پسر دعوت کرد که بشینه و با اون قلیان بکشه. همون چپق‌های عجیبی که عرب‌ها داشتن. تو به دنبال چی هستی؟ قبلا هم که به تو گفته بودم باید گوسفندانم رو دوباره بخرم، پس باید برای این کار پول داشته باشم. تاجر چند تکه زغال تازه در قلیان گذاشت و پک عمیقی به اون زد. من 30 ساله که این مغازه رو دارم. میتونم بلور خوب رو از بد تشخیص بدم و همه چیز رو در مورد کریستال میدونم. من ابعاد و خواص بلور رو به خوبی میشناسم. اگر ما چای رو در بلور بفروشیم فروشگاهمون توسعه پیدا میکنه و من مجبور میشم که روش زندگیم رو عوض کنم. خب این که خیلی خوبه نه؟ من حالا به شرایط فعلی عادت کردم. قبل از اینکه تو بیای من مدام به این فکر میکردم که چقدر وقتم رو در این محل تلف کردم، در حالی که دوستانم پیشرفت کردن یا ورشکسته شدن یا اینکه نسبت به قبلشون جلوتر رفتن. این موضوع خیلی منو افسرده میکرد. اما الان میبینم که اونقدرها هم بد نبوده. مغازم دقیقاً همون اندازه‌ایه که همیشه میخواستم باشه. من نمیخوام چیزی رو عوض کنم، چون نمیدونم چجوری با تغییرات کنار بیام.
من به اون چیزی که هستم عادت کردم. پسر نمیدونست چی بگه. پیرمرد ادامه داد. تو برای من موهبتی بودی. امروز من چیزی رو فهمیدم که قبلا به اون توجه نکرده بودم. هر موهبتی که نادیده گرفته بشه به نفرین تبدیل میشه. من چیز دیگه ای از زندگی نمیخوام، اما تو منو مجبور میکنی که به ثروت و افقهایی نگاه کنم که هرگز ندیده بودم. و الان که میبینم چقدر قابلیت‌های شگرف و نامحدودی دارم، احساسم از قبل از اومدن تو هم بدتر میشه. چون الان چیزهایی رو که باید انجام بدم میبینم، اما نمیخوام اونها رو عملی کنم. پسر از اینکه در تاریفا چیزی به نانوا نگفته بود خوشحال شد. اونها به قلیون کشیدنشون ادامه دادن تا اینکه خورشید بر آستانه غروب رسید. به زبان عربی صحبت میکردند و پسر از این بابت به خودش افتخار میکرد. زمانی گوسفندانش همه چیزهای لازم رو در مورد جهان به اون میآموختند، اما هیچ وقت نمیتونستند زبان عربی رو به اون یاد بدن. حتما در دنیا چیزهای دیگه‌ای هم هستن که گوسفندا نمیتونستن به من یاد بدن. تنها چیز واقعی که اونها بلدن جستجوی آب و غذاه. همونطور که به بلور فروش نگاه میکرد با خودش میگفت احتمالاً اونها چیزی به اون یاد نمیدادن، بلکه پسر چوپان بود که چیزهایی از اونها یاد میگرفت. در پایان بلور فروش گفت مکتوب. یعنی چی؟ باید عرب به دنیا می اومدی تا معنیش رو می فهمیدی. اما در زبان شما چیزی میشه شبیه نوشته شده. و همونطور که زغالهای قلیان رو خاموش میکرد به پسر گفت که میتونه کار فروش چای در لیوانهای شیشه‌ای رو شروع کنه. گاهی اوقات نمیشه جلوی جریان آب رو گرفت. چند مرد از تپه بالا رفتن. وقتی خسته و کوفته به بالای تپه رسیدن، چشمشون به مغازه بلور فروشی افتاد که چای تازه نعنا میفروخت. برای نوشیدن چای وارد شدند و دیدند که چای داخل لیوانهای شیشه‌ای سرو میشه. یکی از اونها گفت همسر من هیچ وقت به چنین موضوعی فکرم نکرده بود و چند بلور خرید. اون شب اون مهمانان رو سرگرم میکرد و مهمونها تحت تأثیر بلوریجات قرار گرفته بودن. یکی دیگه از مردها گفت طعم چایی در لیوان شیشه‌ای خیلی بهتره، چون بو و عطرش حفظ میشه. نفر سوم گفت در کشورهای شرقین یک سنته که در لیوانهای شیشه‌ای چای بخورن، چون قدرتی جادویی داره. به سرعت خبر چایی در لیوانهای بلوری منتشر شد. مردم زیادی از تپه بالا می اومدن تا خودشون فروشگاهی رو که کار جدیدی در اون منطقه سنتی و قدیمی انجام میداد از نزدیک ببینن. فروشگاه‌های دیگه‌ای هم باز شدند که چایی در ظرف شیشه‌ای داشتن، اما هیچ کدومشون بالای تپه نبودن و ضمناً کسب و کارشون کوچیک و ناچیز بود. سرانجام بلور فروش مجبور شد 2 نفر دیگر رو هم استخدام کنه. پس از اون علاوه بر بلور شروع به واردات انواع مختلف چای کرد و مغازش پر از مردان و زنانی بود که میخواستند چیز جدیدی رو تجربه کنند و بدین ترتیب اون ماها گذشتن. پسر پیش از سحر بیدار شد. 6 ماه و 9 روز از اولین باری که پا به قاره آفریقا گذاشته بود میگذشت. اون لباس عربیش رو که از کتان سفید رنگ بود و مخصوص این روز خریده بود به تن کرد. دستارش رو بر سر گذاشت و اون رو با حلقه‌ای که از پوست شتر تهیه شده بود محکم کرد. صندل‌های جدیدش رو به پا کرد و بی صدا از پله‌ها پایین اومد. لقمه‌ای برای خودش گرفت و مقداری چای داغ در لیوان بلور نوشید. سپس بیرون مغازه نشست و مشغول قلیان کشیدن شد. در سکوت قلیان میکشید و به هیچ چیز فکر نمیکرد و به صدای باد گوش میکرد.
که بوی بیابان رو با خودش می‌آورد. وقتی قلیان کشیدنش تمام شد، دست در کیفش کرد. چند دقیقه نشست و محتویات کیفش رو بررسی کرد. یک دسته پول که میتونست با اون 120 گوسفند و بلیت برگشت بخره، به همراه مجوز واردات محصولات از آفریقا به کشورش. صبورانه منتظر شد پیرمرد هم بیدار بشه. سپس هر دو به مغازه رفتند و چای نوشیدند. من امروز از اینجا میرم. الان من پول کافی برای خریدن گوسفندامو دارم و تو هم پول کافی برای رفتن به مکه. پیرمرد هیچ چیزی نگفت. پسر پرسید: آیا برام دعای خیر میکنی؟ تو به من کمک کردی. پیرمرد به آماده کردن چایش ادامه داد و هیچ چیزی نگفت. سپس رو به پسر کرد و گفت: من به تو افتخار میکنم. تو حس جدیدی به مغازه بلور فروشی من بخشیدی. اما تو میدونی که من به مکه نمیرم. همونطور که میدونی که خودت هم گوسفندی نمیخری. پسر جا خورد. چه کسی این رو به تو گفته؟ بلور فروش پیر گفت: مکتوب. سپس دعای خیرش رو بدرقه راه پسر کرد. پسر به اتاقش رفت و وسایلش رو جمع کرد. کل وسایلش متشکل از 3 ساک بود. همونطور که عزم رفتن داشت، در گوشه اتاق چشمش به کیف قدیمی چوپانیش افتاد. بسته بود. مدت زیادی میگذشت که اون رو فراموش کرده بود. همونطور که کیفش رو بلند میکرد، با خودش فکر کرد: بهتر اون رو در خیابون به کسی بدم. سنگ‌ها از کیفم بیرون افتادن. اوریم و تومیم. سنگ‌ها یاد پادشاه پیر رو در دلش زنده کردن و فکر این که خیلی وقته پادشاه رو فراموش کرده. نزدیک 1 سال بی‌وقفه کار کرده بود و فقط به فکر پسنداز پول بود که بتونه با غرور به اسپانیا برگرده. پادشاه پیر به اون گفته بود: هیچگاه دست از رویا پردازی بر ندار و همیشه نشانه ها رو جدی بگیر. پس اوریم و تومیم رو برداشت و یک بار دیگه حس کرد که پیرمرد همون نزدیکی هاست. 1 سال به سختی کار کرده بود و حالا نشونه ها گفته بودن که زمان رفتن فرا رسیده. من قصد دارم به کار سابقم برگردم، اما گوسفندا که زبان عربی رو به من یاد ندادن. در عوض گوسفندان مطالب مهمتری رو به اون آموخته بودن. این که در جهان زبانی وجود داره که هر کسی میفهمه. زبانی که پسر در حین تلاش برای توسعه در مغازه از اون استفاده کرده بود. زبان شور و هیجان، زبان چیزهایی که با عشق و هدف کامل شدن و برای پیدا کردن اون چه انسان به اون عشق و ایمان داره. طنجه دیگه یک مکان عجیب نبود و حسش به اون میگفت که همونطور که بر این مکان چیره شده میتونه به کل دنیا چیره بشه. پادشاه پیر گفته بود وقتی تو چیزی رو میخوای تمام کائنات برای رسوندن تو به اون هدف دست به دست هم میدن. اما پادشاه حرفی در مورد دست برد و مورد سرقت قرار گرفتن نزده بود. یا در مورد بیابان بی انتها یا مردمانی که میدونن افسانه شخصی چیه اما تمایلی به تحقق اون ندارن و فراموش کرده بود این نکته رو بیان کنه که وقتی به اندازه خرید گله‌ای بزرگتر از گله قبلی پول داری باید این کار رو انجام بدی. پسر کیف رو به همراه سایر وسایلش برداشت. از پله ها پایین اومد و بلور فروش رو دید که پایین پله ها با یک زوج خارجی منتظر ایستاده. 2 مشتری دیگه به سمت مغازه می اومدن تا چای در لیوانهای شیشه‌ای بنوشن. این تعداد مشتری نسبت به روزهای دیگه در همین موقع زیاد بود. از جایی که ایستاده بود برای اولین بار متوجه شد که موهای بلور فروش خیلی شبیه موهای شاه پیره. به یاد لبخند شیرینی فروش در اولین روزی که در طنجه دیده بود افتاد.
زمانی که هیچ چیزی برای خوردن و جایی برای خوابیدن نداشت، اون لبخند هم شبیه لبخند پادشاه پیر بود. مثل این بود که همیشه اینجا بوده و همواره اثری از خودش بر جای گذاشته. این در حالیه که هیچ کدوم این افراد هرگز پادشاه پیر رو ندیدن. از طرف دیگه گفته بود که همیشه برای کمک به افرادی که به دنبال افسانه شخصیشون هستن ظاهر میشه. بدون خداحافظی با بلور فروش اونجا رو ترک کرد. چون نمیخواست گریه کنه. دلش برای اونجا و تمام چیزهای خوبی که یاد گرفته بود تنگ میشد. با این حال اعتماد به نفس بالایی داشت و میدونست میتونه تمام دنیا رو در دستش بگیره. به خودش با اطمینان گفت: اما من عازم دشت هایی هستم که خوب میشناسمشون تا دوباره از گوسفندام نگهداری کنم. اما دیگه از این تصمیم خوشحال نبود. اون 1 سال تمام برای عملی کردن یک رویا زحمت کشیده بود که حالا هر دقیقه کم اهمیت تر می شد. شاید به خاطر اینکه این رویا واقعا رویای اون نبود. کسی چه میدونه؟ شاید من هم باید مثل بلور فروش باشم. اون هیچ وقت به مکه نرفت و فقط کل زندگیش رو با این آرزو میگذرونه. تلاش میکرد خودش رو متقاعد کنه. به محض اینکه اوریم و تومیم رو در دست گرفت، مثل این بود که قدرت و آرزوی پادشاه پیر به دستش منتقل شده. تصادفی بود یا نشانه اون رو به سمت قهوه خونه‌ای برد که در بدو ورودش به اونجا رفته بود. دزد اونجا نبود و صاحب قهوه خونه براش 1 فنجان چای آورد. همیشه میتونم به زندگیم به عنوان یک چوپان برگردم. طریقه نگهداری از گوسفندا رو یاد گرفتم و هیچ وقتم اون رو فراموش نمی کنم. اما ممکنه دیگه فرصتی برای رفتن به اهرام نصیبم نشه. اون مرد پیر گردنبندی از طلا داشت و همه چیز رو در مورد گذشته من میدونست. اون واقعا یک پادشاه بود. پادشاهی خردمند. تا تپه های اندلس فقط 2 ساعت راه بود. اما بین اون و اهرام یک بیابان وسیع فاصله بود. اما فکر کرد میتونه جایگاهش رو از زاویه دیگه هم نگاه کنه. اینجا اون 2 ساعت به گنجش نزدیکتر بود. این حقیقت که 2 ساعت به اندازه 1 سال زمان برده دیگه اهمیتی نداشت. میدونم چرا میخوام به سراغ گلم برگردم. چون من گوسفندامو درک میکنم. زندگی با اونها دیگه برام مشکل نیست و اونها میتونن دوستان خوبی باشن. از طرف دیگه نمیدونم که آیا صحرایی که گنج من در اون قرار داره برام دوست خوبی خواهد بود یا نه. اگر گنج رو پیدا نکنم همیشه و هر زمان که دلم بخواد میتونم به خونم برگردم. بالاخره پول کافی دارم و به اندازه‌ای که بخوام زمان در اختیار دارم. پس چرا این کارو نکنم؟ شادی شگرفی سراپای وجودش رو فرا گرفت. همیشه میتونست به خونه برگرده. همیشه میتونست بلور فروش بشه. شاید دنیا گنج‌های مخفی دیگه‌ای هم داشته باشه، اما اون رویایی در سر داشت و پادشاهی رو ملاقات کرده بود که شانس چنین ملاقاتی نصیب هر کسی نمیشه. همونطور که قهوه خونه رو ترک میکرد، برنامه ریزی هم میکرد. یادش اومد که یکی از عمده فروشان بلورها بار رو توسط کاروانهایی که از صحرا میگذشتن میآورد. اوریم و تومیم رو در دستش گرفته بود. به خاطر لمس کردن این 2 سنگ 1 بار دیگه در مسیر رسیدن به گنجش قرار گرفته بود. پادشاه پیر گفته بود: همیشه هر زمان که شخصی به دنبال درک افسانه شخصیش باشه، من ظاهر میشم. چه اشکالی داره اگه به انبار عمده فروش برم و ببینم آیا واقعاً اهرام اونقدر دور هستن؟ مرد انگلیسی روی نیمکتی در مقابل ساختمانی نشسته بود. از ساختمان غبار و بوی حیوانات و بوی شیرینی می اومد. بخشی از ساختمان طویله بود و بخش دیگرش انبار. همونطور که یک مجله شیمی رو ورق میزد با خودش فکر میکرد: هیچ وقت فکرشو هم نمیکردم که عاقبت کارم به اینجا برسه.
10 سال در دانشگاه بودم و حالا در این انبار به سر میبرم. اما باید حرکت کرد. اون به نشونه ها ایمان داشت. تمام زندگی و تحصیلش در جهت آموختن تنها زبان واحد کائنات بود. اول زبان اسپرانتو رو یاد گرفته بود. سپس مذاهب موجود در دنیا و اکنون کیمیاگری. حالا میتونست به زبان اسپرانتو صحبت کنه و اطلاعات کاملی در مورد همه مذاهب داشت. اما هنوز کیمیاگر نشده بود. هرچند تونسته بود پاسخ بسیاری از پرسش ها رو پیدا کنه، اما مطالعات و تحقیقاتش اون رو به جایی آورده بود که انگار راه گریزی نداشت. تمام تلاشی که برای برقراری ارتباط با کیمیاگر کرده بود بی‌ثمر موند. کیمیاگرها افراد عجیبی هستند. اونها فقط به خودشون فکر میکنن و تقریبا همیشه از کمک کردن به اون سر باز زدن. کسی چه میدونه؟ شاید نتونسته اکسیر عظیم کیمیاگری، همون ماده‌ای که کیمیاگران معتقد بودند میتونن فلزات بی ارزش رو به طلا تبدیل کنن، کشف کنه و برای همین آموخته‌هاشون رو برای خودشون نگه داشته بودن. مرد انگلیسی بیشتر ثروت بازمونده پدرش رو خرج کرده بود و هنوز نتونسته بود اکسیر اعظم رو کشف کنه. زمان زیادی رو در کتابخونه‌های بزرگ جهان صرف آموختن کرده بود و تمام کتاب‌ها و مجلات و نشریات مهم کیمیاگری رو خریده بود. در یکی از اونها خونده بود که سالها پیش کیمیاگر معروف عربی از اروپا دیدن کرده بود. در کتاب گفته شده بود که اون کیمیاگر بیش از 200 سال سن داشت و تونسته بود اکسیر اعظم، اکسیر زندگی رو کشف کنه. مرد انگلیسی هم به شدت تحت تأثیر این داستان قرار گرفته بود. در ابتدا اون رو فقط یک افسانه میدونست، تا اینکه یکی از دوستانش هنگام بازگشت از سفر باستان شناسی در صحرا برای اون در مورد مردی با قدرت‌های خارق العاده گفته بود. دوستش گفته بود که اون در آبادی الفیوم زندگی میکنه و مردم میگن که 200 سال عمر داره و میتونه هر فلزی رو به طلا تبدیل کنه. مرد انگلیسی بعد از شنیدن این ماجرا سر از پا نمیشناخت. تمام کارهاش رو رها کرده بود و مهمترین کتابهاش رو برداشت و حالا اینجا کنار یک انبار کوچک پر از غبار نشسته بود. اون طرفتر یک کاروان در حال تدارک سفر بود. قرار بود کاروان به مقصد الفیوم از صحرا بگذره. مرد انگلیسی گفت میخوام سراغ اون کیمیاگر لعنتی برم. بوی حیوانات غیر قابل تحمل شده. جوونی عرب با چمدونهاش وارد شد و به مرد انگلیسی سلام کرد. از مرد انگلیسی پرسید عازم کجا هستی؟ به بیابان میرم. مرد انگلیسی این رو گفت و دوباره سرگرم مطالعه شد. حوصله گفتگو نداشت. اون باید تمام مطالعاتش رو مرور میکرد. حتما کیمیاگر از اون سوالهایی میپرسید. مرد عرب کتابی از کیفش بیرون آورد و مشغول خوندن شد. کتاب به زبان اسپانیولی بود. مرد انگلیسی که اسپانیولی بهتر از عربی بلد بود خوشحال شد. اگر این جوون هم به الفیوم بیاد، وقتی بیکار میشم، هر وقت کاری نداشته باشه، کسی هست که با اون گفتگو کنم. پسر که دوباره در حال خوندن داستان مراسم خاکسپاری بود گفت خیلی عجیبه. 2 ساله که تلاش میکنم این کتاب رو تموم کنم، اما هیچ وقت نمیتونم حتی این چند صفحه اولش رو بخونم. حتی الان که پادشاهی نیست که مانع خوندنم بشه هم نمیتونم روی این کتاب متمرکز بشم. پسر جوون هنوز تصمیم قاطعانه‌ای نگرفته بود. این نکته رو فهمید که تصمیم گرفتن اولین قدم هر کاریه. وقتی کسی تصمیم میگیره، در واقع خودش رو به دست جریانی میسپاره که اون رو به سمتی میبره که در هنگام تصمیم گرفتن فکرش رو هم نمیکرده. وقتی تصمیم گرفتم به دنبال گنجم باشم، حتی فکر کار کردن در بلور فروشی به ذهنم هم نرسیده بود. الان که تصمیم دارم با این کاروان سفر کنم، جایی که این کاروان منو با خودش میبره برام مثل یک رازه. در این نزدیکی مردی انگلیسی هست که کتاب میخونه.
اما رفتارش دوستانه به نظر نمیرسه و حتی وقتی پسر وارد شد نگاه غضبناکی به اون کرد. امکان داشت رابطهشون به دوستی بیانجامه، اما این مرد انگلیسی به پسر اجازه صحبت نداد. پسر کتابش رو بست. نمیخواست هیچ گونه وجه مشترکی با اون مرد بد اخلاق انگلیسی داشته باشه. اوریم و تومیم رو از جیبش در آورد و مشغول بازی با اونها شد. مرد خارجی داد زد: اوریم، تومیم! پسر به سرعت اونها رو در جیبش گذاشت. اینها برای فروش نیست. مرد انگلیسی پاسخ داد: اینها ارزش چندانی هم نداره. فقط کریستال های سنگی هن و روی زمین میلیون ها کریستال سنگی پیدا میشه. اما کسایی که در این زمینه اطلاعات دارن میتونن تشخیص بدن که این دو سنگ اوریم و تومیم هستن. نمیدونستم در اینجا هم از این سنگ ها پیدا میشه. اینها رو پادشاهی به عنوان هدیه به من داده. بیگانه چیزی نگفت. دستش رو در جیبش کرد و دو سنگ عین اون از جیبش بیرون آورد و به اون داد. پرسید: گفتی یک پادشاه؟ پسر برای خاتمه بحث گفت: فکر نمی‌کردی یک پادشاه بخواد با چوپان ساده‌ای مثل من هم صحبت بشه؟ اصلاً چنین نیست. چوپان ها اولین کسانی بودند که پادشاهان رو تصدیق کردند. پس اصلاً موضوع عجیبی نیست که یک پادشاه بخواد با یک چوپان گپ بزنه. و با اینکه مطمئن نبود پسرک حرفاش رو بفهمه ادامه داد: این حرف کتاب مقدسه. همون کتابی که در مورد اوریم و تومیم هم به من اطلاعات داد. خداوند اجازه فال گرفتن رو تنها با استفاده از این سنگ ها قرار داده. کشیش ها اون رو در گردن بندهای طلا حمل می کنن. در این لحظه پسر از اومدن به انبار خوشحال شد. مرد انگلیسی با صدای نیمه بلند گفت: شاید این یک نشونه باشه. اشتیاق پسر باز هم بیشتر شد. چه کسی در مورد نشانه ها با تو صحبت کرده؟ مرد انگلیسی در حالی که مجلش رو میبست گفت: هر چیزی در جهان یک نشانه است. یک زبان جهانی وجود داره که همه اون رو میفهمن. اما در حال حاضر فراموش شده. من بیشتر از هر چیزی به دنبال کشف اون زبان هستم. دلیل حضور من در این مکان یافتن این زبانه. باید مردی رو که زبان جهانی میتونه ببینم. اون یک کیمیاگره. صاحب انبار صحبت اون دوتا رو قطع کرد. عرب چاق گفت: شما دو نفر خیلی خوش شانسید. کاروان امروز به مقصد الفیوم حرکت میکند. پسر گفت: اما من میخوام به مصر برم. مرد عرب گفت: الفیوم در مصر است. تو دیگر چطور عربی هستی؟ وقتی عرب رفت انگلیسی گفت: این نشانه خوششانسیه. اگر میتونستم دایره المعارف عظیمی فقط در مورد کلمات خوششانسی و همزبانی بنویسم. زبان جهان با این دو کلمه نوشته شده. به پسر گفت این از روی شانس و یا تصادف نبوده که اون رو با اوریم و تومیم در دستانش ملاقات کرده و پرسید اگه اون هم قصد دیدار کیمیاگر رو داره به اون بگه. من به دنبال گنج میگردم. پسر از اینکه حرف از دهنش در رفت ناراحت شد. اما ظاهراً این موضوع هیچ اهمیتی برای مرد انگلیسی نداشت. میشه گفت من هم به دنبال همین میگردم. من حتی نمیدونم کیمیاگری چیه. در این لحظه صاحب انبار از اونها خواست که بیرون بیان. مردی با ریش و چشمان تیره گفت: من راهنمای کاروان هستم. قدرت زندگی و مرگ تمام افرادی که همراه هم هستن در دست منه. صحرا مثل زن هوسبازیه که بعضی وقتها مردان رو دیوونه خودش میکنه. حدود 200 نفر مسافر همراهشون بودن و تعداد حیوانات که شامل اسب، شتر، قاطر و مرغ و خروس میشد به 400 میرسید. در بین جمعیت زنان و کودکان و تعدادی مرد که شمشیر به کمرشون و اسلحه به شونه هاشون آویخته شده بود دیده میشد. مرد انگلیسی چند چمدان کتاب به همراه داشت. سر و صدا و همهمه اونقدر زیاد بود که راهنمای کاروان مجبور بود هر حرف رو چند بار تکرار کنه تا همه متوجه منظورش بشن.
افراد مختلفی در این جمع هستن و هر کدوم خدای خودشون رو میپرستن. تنها خدایی که من میپرستم خدای یگانه است و به نام اون سوگند میخورم که هر کاری که لازم باشه انجام میدم تا بار دیگه بر صحرا غلبه کنیم. اما از هر کدوم شما میخوام که به خدایی که میپرستید سوگند بخورید که به دستورات من هر چی که باشه عمل کنین. در صحرا نافرمانی یعنی مرگ.